چی میشد اگه سازنده ماینکرافت یه ترک بود؟ داستان اونجا شروع میشه که من دنبال یه ایده واسه شروع بودم. تو همین فکر بودم و داشتم چای میخوردم که یهو رفیقم گفت داداش گند بده. خب حالا من یه ایده دارم و نیاز به یه دیولپر دارم. پس آیدین بله میخوام ترکو بیار تو ماینکرافت. حل داداش. و همینطور نیاز به یه ترک دارم. علی بله علی بله علی بله علی بابا کس چی میگی؟ به من یه ترک 8 سیلندر بده. نگاه 8 سیلندر توپ درجه 1 دست یه خانم دکتر بوده صبح بوسش میکرده. خب پس که آقا خانم بیخیال. دکتره رو بده. آقا ریزور ری رازوکسر. سلام علیکم. حال شما؟ قربان شما. آقا من ترکو آوردم تو ماینکرافت. آها چطوری؟ خوبم. تو چطور؟ خواستم ازت بپرسم که به عنوان یه ترک وارد بازی میشی؟ و همونطور که انتظارشو داشتیم گفت آی ریزور بله. خوش اومدی به اردبیل. خوش اومدم. کجا؟ ببخشید. گفته که تو بگیر. حالا گیم مود واسش توضیح دادم، گفتم که قراره چه بلایی سرش بیاد. آره و یه سری محدودیت‌ها داری. بیا بریم نشونت بدم. محدودیت هم دارم. تو چرا بله. مغزت بیرونه؟ خیلی گنده است. خیلی گنده است. جانشه. آره چوب بکن. خودم میسازم مشتی. تو چرا زحمت بکشی؟ کانتنت در بیاد. ببین من آدم خودکفاییم. چی راجع به من فکر کردی؟ میشه بپرسم من چرا 14 تا هارت دارم؟ چون ترکی. آها جونم بیشتره. آره نجات پرست که نیستی به امید خدا. اصلا. چون اگه سیاه‌پوست بودی نمیآوردم تو ویدیو. سیاه‌پوست بودم اصلا روم نمیشد بیام تو کال. ببین گشنت شه نمیتونی غذا بخوری یا گوشتم شد چیکار کنم؟ باید هیبل بخوری چون ترکی. آها ماینکرافت هنوزم کانتنت داره بچه. بله غذا بکن. خودت هم ترکی به امید خدا. بله اگه نباشم که جرئت نمیکنم همچین کاری کنم. او ویلیت بیا بریم هیبلاشو بکنیم. بودو. وایسا آی نمیر. نظرت راجع به اسکینم چیه؟ اسکینه؟ آره. خوبه یه ذره معذبم میکنه مغزت بیرونه ولی خوبه. میخوای رو سری بکشم سر. بدو میشه خورد؟ بدو میشه داداش. یعنی چی؟ هیبلا کو ایناش نخورا. هیبل ریره. وایسا گشنم شدنی بخور. هیبلای منو بده. باشه بیا. آرمورا رو یونک کردی؟ بردم نمیشه خورد حتی. هیچی فقط یعنی چی؟ هیبل کتاب در داش ترکیم. پیچ اشتباه دانلود نکرد. آیرون که میتونیم بزنیم ها؟ نه فقط غذا مونه ولی آیرون میتونی بزنی. یه سه اتک میس میدیم چون ترک. بذار یه دونه سطل بسازم. به تو هم نمیدم. یه دونه مونده اونم شیلد میسازم. اونم به تو نمیدم. من آبو میکشم تو دهنم. در این حد ترکی. تو آرمورا رو یونک میکنی. شیلد میسازی واسه خودت. آیرونا رو یونک میکنی. دمت گرم. هزینه کردی مشتی. آقا من به عنوان تو سیب زمینی هم خیلی دوست دارم. چرا نمیتونم سیب زمینی؟ بودجم کم بود. دیولپر تا همینجاش درست کرد. ببخش. اینجا باید آیرون باشه. یه دونه بود. 3 تا ابسیدین. بیا بهتام یه دونه چیز بسازم. راحت باش. بیا. نگی آورد ویدیو به ما شیلد نداد. بیا. دمت گرم. قربونت. میگم هزینه‌هات زیاد میشه. 2 تا راه جلومونه. یا بریم ندر بون بلاک بکنیم بیاریم اینجا باش گندما رو روش گرایند اعتقاد نداری؟ به آیرون و آرمور اینا اعتقاد نداری؟ صاف ندر. آرمور دارم دیگه. نگاه خدا. به اون کلا نمدی رو سرت نمیگن آرمور. اون فقط یه پارچه است که مغزتو پوشونده. آقا ما یه تخت سیار می‌خوایم. گوش کن. ما یه تخت سیار می‌خوایم. تخت سیار از کجا میاد؟ از داچلیای سفیدی که اینجا ریخته. ببین اینجا میاد. آها یه داچلی، 2 داچلی، 3 داچلی. بخواب که رفتین که من اگه توف کنی نمیخواد توف کنی. بیا. خب الان فارم بسازیم بعد بریم پایین بیایم. یه از چشای من نها کن. یه بار دیگه اون جمله کریه المنظری که گفتی و یه بار دیگه تکرار کن. فارم بسازیم. الان فقط میریم آیرون ماین میکنیم. داداش غذا داری؟ خیلی سوالت قشنگ بود ولی جوابش اصلا قشنگ نیست. نه به مشکل غذا رو من الان دارم. خب اگه از الان داری باید فارم بکاریم که 2 تا گندم در بیاد. میگیری چی میگم؟ چرا خوابیدیم روز شه؟ میتونستیم اسکلتوین ماین کنیم. فارم کنیم. اسکلتوین اینا رو هم بزن برات فایت به کار میاد چون میخوایم تیر کمون بسازیم. اسکلتوین بابا بپر مشی ترکی تو بپر بابا. داش غذا نداریم. خبر داری؟ اب نره. ببین یه ترکیش موقع قره غذا نمیزنه. چای میخوره فقط. داداش شکند بده. ببخشید. او لاواپول. بریم اند. لاواپول میری اند. آره. تو آیارل ریسورس پک ترکو انداختی رو خود. ببین یه دونه اینا میذاریم بعد یه دونه آب میذاریم اینجا. میخوای فست بریج بزنی؟ آقا ببینید دیگه من بلدم. کامنت بذارید عالی چون من بلدم بسازم. مرسی. بذار دفت با خودمون ببریم اونجا بتونیم گندم بکاریم. ببین گشنمه اینو بگیر. اسپان پوینت ست کن. بریم. بریم. انقدر سری رفتیم عادت ندارم. کوارتز بکن ایکس پی بگیر. بیا اینا رو بکن. بیا بمب بلاک. بعد میدستی استرنج داری چون ترک استرنج پسیو رو خودت داری. بیا یه بوت بسازیم. مرسی. بوت چیه بابا؟ بیاین فارمر رو درست کنیم به غذا بیایم اینجا. فارم چی رو درست کنیم؟ بیا بریم پایین بکنیم دیگه. بون میره
про него и про любовь. بابا ببین بکن تو بمبلاک بکن، منم اینا رو بکارم اینجا تا تو بیای. باشو بیا آنبا تاکوم. ها؟ آنبا تاکوم انگلیسی بنویسش ویورات میفهمن. آقا اینو چرا نمیکاره؟ چرا اصلا اینجوریه؟ باید تورچ باشه تا بتونم بکارم. منظور ترکه یا لیترالی تورچ؟ تورچ. حاجی فارم نون وسط میمزه چیه؟ بریم وسط عراق پرچم کرج بزنیم. نخور یونجای منو، این یونجا مال منه. دو تا ار بزن بهت بدم. به ویدیو بعدی دراماه. از الان من ویدیو تو اسپویل کنم. باید بگی این ادیتوری که با من ویدیو گرفت کارش تموم. وضعیت ریزور بدتر از چیزی بدون اینکه اچ پی پرشه سچوریشن هیل میده به من. برو آقا برو. الله اکبر. یه ترکتر از خودم رو برداشتم آوردم تو ویدیو. وقتی من تنها سفید پوستی هم که میدونم نگاه بودن چجوریه. ببین نگاه میتونم یه دونه تیر بزنم. ببین میخوای یه دیسپنس حال کردی؟ دیواری زدم بهت. دیواری گل نیست. میدونی الان ما ارد بیل نساختیم، ارد کلنگ و ارد عکس و ارد سورد ساختیم. برو بهش فکر نکن. برو جلو. مرسی. بوس خوبی بود. مرسی. بریم دنبال بسشن. بس دیگه. یه بلاک بکنیم. ببین فکر کنم آخرین باری که بمب بلاک لازم من شده و گرفتم کندمه سال 42 بوده، قبل خمینی. خمینی اومد گفتش که بمب بلاک مجانی میخوام بهتون بدم، تو هم باور کردیم. ببین خمینی اس ام اس داد فرانسه دارم میام، من دیگه بمب بلاک نزدم. من میتونم سوارت شم. منو ببر. وقتی میگه رو سر ما جا داری. ریدم رو سرت. من 10 میلیون تو ایونت سعید راف باخت دادم. این برام چیزی نیست. باخت ندادی که خب نگرفت. نه آخه من ریدم توش، تو خبر نداری. من نگاه نمیکنم والا. تو کلا مستر بیست و گاکس و نمیدونم این قرتی مرتی ها رو نگاه میکنی. آره نه اینجا سنسز یادم بیا برو اونور. یا الفاز یه شاد شدون Его и про любовь. آیدین منو یه ترک خفن کن. اون موقع که باید 4 پا بشی. آیدین اینو میکشی آیدین؟ خب چرا نمیزنه؟ شرف. الان بگرد یه چیز پیدا کنیم. وارپ فورست. واسه چی؟ چون بغل وارپ فورست همیشه یه دونه چیه؟ بچه. نه احمق فورترس ریتارد. بچه واسه کجات میخوای؟ اندرپرل رو میخوای از کجا در بیاری دقیقا؟ وارپ فورست بغلش. تو یعنی برای اندرپرل تا اونجا میری؟ تو هم هنوز نفهمیدیم ما ترکیم نه؟ جارچ. یه جوک بهت بگم. بگو. یه رو به یه ترکه میگن شما چرا به ق میگید گ؟ میگه اون قدیم بود الان اینجوری نیست. خب ببین به سوی آنور و فراتر هستم داداش. آی وا افتادی؟ شرف. خب الان باید بیایی، میدونی که راهو میشناسی؟ میخوای کوردینیت بدم؟ 137 منفی 38. به یه دونه چیز خراب پیدا کردم. پورتال خراب. غذا به دقت. نمیر مرسی. دوباره نمیتونم 4 ساعت وایسم تا بیایی. 4 ساعت مشتی کلا 3 ساعت و نیم وایساد. وارپ فورست میریم تا وارپ فورست پیدا کنیم دیگه. کجا بریم؟ وارپ فورست نیست. فعلا اینا رو بذار بکنیم. فارمو درست کنم، یه ذره غذا واسه خودم. خاطرات شما محال یادم بره. یواش یواش زیر پات کنده نشه. اینا چرا صدا زامبیای لستافاسو میدن؟ وای کریم زون بالاخره یه بایوم دیگه. یا همینجوری پورک پانچت کنم اون برام. آلترسار خوشگل میزنم. ریلی؟ الان دیگه بزنی نمیمیرم که. نه میمیرم گفت. با من غذام چقدر زود داره تموم میشه. ای من ریده. تقریبا 1 ساعت تمام دنبال فورترس گشتیم و بالاخره بسشن بودو آنباتاکون. نکنه داری من فوش میدی. سب کن هرتی که خر. خواستم ناراحت شم ولی خب ترکم راست میگی. این فورترسه؟ من فکر کردم بسشنه. بلاک دستت باشه چون اینجا یه سری حیوانات سیاه‌پوست اینم کد داره. دایمند من برداشتم. وایسا ویدر. اوه دم. چست. چقدر صدل داره. بیا کجایی؟ اوه چقدر صدل و خرت و پرتای اسب
داره. 4 تا دایموند دارم. دایموند رو پیککس کن. دایموند رو پیککس کن. یه دونه موند. بلیزینگ راد. اینا بکن چون خوشم نمیاد ازش. گلد داریم آره؟ کم. بنز برای این پیگلینا. ابسیدین چند تا داد؟ یه دونه داد بیا. ابسیدین داد خوبه. 6 تا دارم. بریم. سوار شو. داد. یه دونه داد. محلتون کجاست؟ تو اینجا اسپان شدی محلتون کو؟ حالا بگرد دنبال اندرمن. اندرمنو اینوره. اندرمنو اینوره بیا. اندرمنو کو؟ اینا بکن. جان همه پای ما رفتی. بابا زول بزن به چشش بکار دیگه. اینجا بکار اینجا محمد خب گرفتی تو هم؟ جانم بنازم برو بریم. وای دایموند یا اول بعد مابا رو ببین. نگاه کن الو یه دونه بزنم مستقیم نشکن. ببین فرمان من مکانیزم بازی نیست فرمان دادم. فرمان هیدرولیک. 3 تا دونه هیول داریم. ببین قرار کلی بمیریم و دوباره بیایم. نشکن. بزنم یکی دیگه. نه این سندروم اندرای بیقراره. هر کی اندرای دست چه میخواد بزن. به خودت کنترل کن. کنترلو بکن تو خودت. نشکن. دهنتو سرویس. بشکن. بشکن. دیدی حال کرد. بشکن بابا پدر. آره همینجاست. برو پایین. رفت تو به سرعت برق و با همینجاست. اینجا اسپان پونتو ست میکنیم. خب Are you ready؟ نه آبا کدوم چرا انقدر دور؟ حالا به اسم دراگون دقت کن. اوکی حالا میای به خود دراگون دقت کنی. آجی اینو چیه؟ محمد کریستالا رو به دلیل این کثافتکاری خودت میزنی. همکاری نمیکنه. من ترکم دیدت مجابل با من رو نداره. بابا زهر مار خفه شو صدا تو گوشم. اوی محمد نشستش بر دستم از قصد زدم تو جگرسم نست ببین عاشق دستم بیا پیشم بشین که من دوباره مسته هستم. ایو محمدو بیا این ور. بله این فضاحت چیه من آوردی توش؟ من ترک بودم دیگه نیستی.